امروز باید بخوریش. چی؟ میفهمی؟ خب آقا عارف. بله رحمت ها هستم. سلامت باشی. همونجور که میدونید بچه ها آقا عارف. حالا بچه ها کجا میدونن؟ تو ویدیو قبلی گفتیم دیگه. بله شما مثل که خورده آلزایمر داری. بله. همونجور که بچه ها میدونن شما خودتم در جریانی ایشون سربازه. بله. خدمت مقدس سربازی هستند. امروز به من زنگ زدی درسته؟ گفتی چی؟ گفتی نهار نخوردم گرسنمه. پادگان غذاش خیلی جالب نبود. چی داشتن؟ دمپایی. بچه‌ای که رفتن سربازی میدونن دمپایی چی؟ بذار نگی من گفتم دمپایی خوراک وحشت بود. خدمت شما که آرزشم با ای که رفیق گلومی دوستت هم دارم امروز برات آشپزی کردم. مرسی. آشپزی کردم ماما میا. چه خوب چه پختی؟ به نظره اینجوری که تو گفتی چی پختی؟ یعنی واقعا آشی پختم رو وجب رو این شر توشه، یعنی امکان نداره بدون شر این آدم خیر بهت برسون. اول که خدمت شما آرزشم داغه. خدا میدونه چه خواب برام داغه پیامیشه. یو بله یه قابلمه ماکارونی برات پختم. خدایی نگاش بکن. واقعیت دستم نبود چقدر بار اینقدر می‌ریختم. من بخورم یه 900 گرمی رو گرفتم ریختم توش. خودتم اضافی بهش. من عراقیم منم میخورم دیگه. اما داره چرا دیگه واقعا دوباره شروع کرد دیگه. نمیذارم که همینجوری راحت الحلقوم بره پایین. غیر از این بود من شک این میکردم. وسط یه چیزی داری خدمت شما که آرزشم میخوام یه بازی کنیم. چه بازی دوباره؟ سر خوراکی که امروز داریم ماکارونیو حسین یه چی پختی آوردیم ما بخوریم. اینم میکنیم خب زهر جذابش کنیم بچه هم ببینن عشق کنن. حالا بچه ها میخوان نگاه بکنن قرار من اینجا چی بشم؟ نه خودم هم چیزم از اینا بشم؟ میشم با همین دیگه شرکت میکنیم. بله بفهم. فقط شما که تنها نیستی که با هم دیگه مسابقه. اما سیکاکو. مسابقه ما که جان یه جوری باشه نه فردا بد پسش بدیم، نه که نتونیم بخوریم، نه زهر مارش کن لطفا. نه خیلی عادی ماکارونی خوشمزه درست کردم. خودم ازش چشیدم. نه شوره نه کم نمکه نه تنده. مطمئن؟ عالی. هیچ کاری تم ندارم. فقط ماکارونی میذاریم جلومون بازی میکنیم. هر کی زودتر خورد هر کی زودتر تمومش که. اما زهر ما رو اما اینجوری نیست که با چنگال و قاشق و اینا میل بفرمایید. دستاتونو میبرید پشت با صورت غذا. الله مثلا دقیقاً چیزایی میگه که من عینکی برام کارش سخت بشه. دیگه قرار نیست که همه چی آدم همون چیزی که میخواد حال کنی باهاش دیگه. اما داره اما عارف بچه ها بریم ماکارونی رو بکشیم برگردیم توضیحات بیشتر. خب بچه ها برگشتیم ماکارونی ها رو هم کشیدیم. هنوز تو قابل ما پره میدونی. میگم بیریزم هر جوری دارم فکر میکنم ما خیلی بخوریم نصفشو دیگه. من چالش قراره که برات کشیدم که فردا نگی آی رفیقم کم گذاشت آی رفیقم. ما نمیگیم لطفا، ما یه حرف رو نمیزنیم. میشه کمش دیگه کنیم؟ بخور. نه خب بفهم. چالشش به اینه که با صورت برید. حالا من چالش من که گشنم. خب بازنده اصلی هم خود جناب عالی هستی. از کجا میدونی؟ سیکاکو به نظر من با یه هیکلم عزیزم به هیکل نی به بنیان یعنی میشه. خب هیکلت هر چقدر باشه بنیاد ببینیم چجوری. خب خب حالا خب تا اینجا شد تو تر کردی، از این به بعدش من تر میکنم. چطور تو همیشه بذاری به ما؟ چی؟ یه بارم ما به تو. بفهم. خب جایزش چیه؟ برنده بلا مار. ماکارونی داری جایزه هم میخواد. دیگه
برنده‌ای بلا مانع و بلا عزلش بنده هست. شک نکن. خب این سرباز فوق گشنم. سرباز هم هست. خب عرضم به حضورتون یه مدت حسین میخوام یه چیزی به بابام بگم. چیشم یه چیزی گرفته، میخوام رو همون جایزه بذارم. چیشه چیزی یا خدا از چیزات یا خدا از چیزت چیشم گرفته. خب میخوام واقعیت او بگیرم. چی میخوای؟ زودی باش. $5 هست همیشه تو کیفته. او میخوام. یعنی سر $5 بازی کنیم؟ ها من راضیم. من آدم منصفیم. الانم که داریم میگیریم ساعت خب $5 چیزی نمیشه. 8:50 دلار چنده؟ دلارم 103 تومن. 103. بله امروز 103 تومن. 103 تومن؟ بله کافیه. 500 تومن اوکی. برای سرباز خیلی برد بزرگیه. یعنی سر 500 تومن بازی کنیم $5 بیشتر 500 خورده میشه. آره چی شد؟ من $5 رو گرفته. من او میخوام دقیقا. اون نمیشه 500 تومن کارت کنم؟ نه میشه لطفاً درشم بیاری تا بچه‌ها ببینن که من نه ما رو نه چه یهویی میگی؟ از قبل بگو آدم چرا یهویی میگی؟ قرار نیست چی رو ما اینجا چی بکنیم؟ از قبل طراحی بکنیم. خب خیلی داری فکر کار میکنی. بدوای علیار روکو، یعنی الان میخوای روکو تو سینه‌اش بیا بالا. بیا بالا زشته. کیفت کی شخصیه؟ چرا همیشه لوله؟ این چرا لوله؟ سواله. این چرا همیشه لوله؟ چی لوله؟ اینا نگاه. آقا این لوله. آقا بچه‌ها دروغ میگه. این لوله. چی نگاه لوله؟ بازش که. نه اینا آقا نگاه جای چیزش هست. بده. چرا لوله؟ بده. بگو ببینم چرا لوله؟ آقا اینا جای لوله چرا؟ جای تاج چرا لوله؟ ول کن دیگه. آقا صافه. چرا لوله؟ چیکار می‌کنی با لول؟ بیا. بس عوض کن لطفا. بذاریم وسط ببینمش انرژی این هم آقا $5 که میگی. حالا یه $5 تو جیب ما دیدی یا بعد یه عمری لااقل سر 50 تا بزنیم، سر 100 تا بزنیم به مرور. اوکی به اونجاش هم میرسی. میبینی؟ به اونجاش هم میرسی. اصلا عرق کردم $5 رو من عمره عرق کردم. خب اوکی شروع کنیم. الان چیزی میخوایی؟ یه ذره سس بزنیم راحت الحلقوم بشه. یه خور حلقوم بشه. یه هم سس خرسی. تبلیغ من نمیخوام. تو از اینا هستی که با سس میخوری ها؟ یه ذره میخوام سس شیرین آخه. شیرین بخوریم. من خودت نگفتی. بدون دسته. چنگال رو بردی برای چی؟ بیا چنگال رو بذار باش. چی بو خوبی میده. بس تو بشقاب حالا باشه. میره تو پوزم. نداره. یواش برو. حالا خب درست گوشنته. یواش برو. خب با اجازه بزرگتر. عینکتم درا. بله خب. یه دقیقه من حس بدی دارم اینجوری. چرا حس بدی داری؟ آخه میدونی بدون دست با سر رفتن. میخوام بدونم چالشایی که طراحی میکنی حس بدش دیگه از کجا؟ به اینجاش فکر نکردم. فکر نمی‌کردی دوچار خودت هم بشه نه؟ بریم که داشته باشی. دوچار خودم بشه. همین باخت سهمگین. خب باش بفهم. خب چجور شروع کنیم؟ 1 2 3 بگیم یا ها دیگه؟ خب شروع میکنیم. یه آقا وایسو سرمار به منم بده. خب نمیشه سری باز گرون دلار گرون شد. دیگه فردا چجور یه خورده همش بزنیم خیلی داغ نگاه میگم. حالا یه سوالی من دارم. از این بعد $5 که نداری دیگه میخوای چیکار کنی؟ 5000 تومانی میذارم. چی لول میکنی دیگه؟ آقا لول نبود. نگاه جای تا داره بچه‌ها. نگاه لول بود آقا. اینا نگاه لول بوده دیگه. ولی من تاشو در میارم که چرا لول بوده. نه خنک خوبه. واسه خنک. ای سوختیم با تو. سوخت دیگه یه بخش از ماجرا دیگه. دستت بیار پایین. دستت بیار پایین. پشت یا پایین؟ نه بی پشت خیلی سخته. حوصله‌ام نمیشه. خودم سختم. حوصله‌ام نمیشه. اینجوری بهتره. واسه دست نیاری. دست بالا نمیاری. واسه دستت بالا آوردی خودت میدونی. خودت. واسه ولی مال تو کمتر از مال من. اما کجاش کمتره؟ خونت آقا. خب از ایناش فقط
از چنگال اصلا استفاده نمیکنیم. نه ما اصلا اینجا چنگال خیلی کثیف بازیه میدونم ولی حال میده. 1 2 داغ نیست باقا 1 2 3 گوشت هم بوده گردم من مکانم میخورم دست نره بالا او میخورم چرا میک میکنم بابا چه مکان خدا خوشمزه نیستم ساعت میکنم ماشم آب نداری ساعتش بده اون آبه آی بوده بازه پاره شده باید آی وسطش داغه گوش ندارم بودا نه عقبی دم آقا بسید خیلی عقبی بره آقای برو بذاره اوی بده جوانش بره اون آبه اون نمیره پایین دیگه باید مغزه خودی باز گلو گشاد کنی نفهم چجوری داری میخوری؟ تموم ها ای ماما چرا نمیخوری؟ چرا نمیخوری؟ خونه تا با نگاه بکن تموم شد خب تموم شد واقعا؟ مرسی وای مثل همیشه برنده یووین چجوری خوردی؟ آدم گوشنه همه چی میخوره ولی تر زدی به قیافه هم حسین به دست مدی بریم برمیگردیم میره برگرد خوشمزه بود؟ بله دوست داشتی؟ برد همیشه خوشمزه است میدونی منم طعمش چجوری بود؟ منم همیشه برنده طعمش طعمش عالی دست شما در خوشمزه کنه بود؟ خیلی خوبه سسش برات بود؟ غذا بیارن پولشو ببرید واقعا لذت بخش واقعا یس واسه دو تا هستم خب دوست خب حسین آقا دست شما در کنه خیلی لطف کردی مال یه دقیقه وایسو بهش خداحافظی بکنم یه عمر پیش منه ایلوله نگاه رنگ گرفته. شما باورتون نمیشه نه میذارم برای خاک تو سرت بو میده خب بو نمیده که هم بو کاغذه کاغذ بو بو دلار. میده بو تو دلار تا حالا بو نکرد خب کار برای خودت من که راضی وایسا یه لحظه یه خداحافظی صدقه میده نه تمام جهانیان ببینن که حسین اینو باخت دادن حاجی من گرمم شد دارم عرق میکنم خیلی خوردی من خیلی خوردم اینا گوشقاب من گوشقاب تا هستا خیلی خوردی یه فردا جون میخوام ویدیو بگیرم تا تا آخر عمر میخوام یه خفت خاره رو پیشونیت باشه بچه‌ها میبینی حالا میخوای بری باهاش چیکار کنی خب نگرش دارم تو کلکسیونو نو سرباز هست رمان نمی‌نویسه نای هم میکنه سیگا کن مسئله اینجا یه تارمو از خرس بکنی غنیمت ما که فعلا یه $5 کنیم از خرس معروفون خب حسین من خرس چی هم؟ خرس پاندا پاندا کنفکا میگم حس در مورد باخت فجیعت چی بود؟ حسم بله
فعلا گرمه. چقدر گرمه ولی گرمایی که داره مال نورا هستن. خیلی گرمه. خیلی خوشحال شدیم. ممنون که همراهمون. من دپرسم بچه. دیدینمون، تماشامون کردیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. یادتون لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. ما خفتار خاطر شما داریم میکشیم. ما گفتیم ویدیو معرفی واسه اینکه ریسه ها ریسه و بدون نه حالا اولاش ها باید میگن چی؟ یه حرفی میزنم خمس و زکات دیدن اوی که لایک و سابسکرایب کنیم اگر بچه های متقی هستین. البته ماکارونی خوشمزه بود نمودیم اونا ها خوشمزه بود. دست شما در نکنه. همینجا دست تمام دستن در کارانشو میبوسنم. بخیر از تو. نمیاد دستن در کاران کی خودم درست کردم. واقعا بهم نمیومد. این همه کدبانوی از تو باید. شیخ حسین این ماکارونی به ما داده. دستپخت دارم اصلا ماما میا. ای پسرها که صبح امسا صبحونه درست میکنن. نانا هم بهش میگن نانا. شما در جریان نیستی بچه ها میدونن. خیلی دوستتون داریم. لایک سابسکرایب یادتون نره. بار سوم گفتم.